درود، وقت بخیر. محمد چراغی هستم، مربی مدیتیشن و یوگا و با هم مسیر پیشرفته مدیتیشن رو میریم جلو. تا الان 5 درس آپلود شده و این درس ششم از هفته دوم 5 درس متفاوت از تنفسی ها. امروز میخوایم یک تمرین تنفسی پول پیشرفته رو کار کنیم. نظرتون رو از این تمرین بگید. مثلا 5 تایی که گذاشتم هر کدوم یه قسمت بود. مثلا برای روز دوم، روز سوم برنامه دادم. مثلا میتونید این تمرینات با تعداد شمارش ذهنی ببری بالا و توی حالت خلسه یا آلفا ذهنی یا حالت هوشیاری بیای. از حالت آلفا میای روی حالت تتا و گاما. گاما چیه؟ حالت رویا بینی، یعنی با چشم حالت هوشیار ما رویا داریم میبینیم ولی هوشیاریم. بهم میگیم سامادهی توی زبان هندوها. حالا برای رسیدن به حالت هایی که اینجور میریم تو خودمون و درون خودمون و ذهنمون هستیم و لذت میبریم، میتونید از تکنیک تنفسی ها و تمرین های متنوع استفاده کنید و بدن رو برای انرژی های بیشتر آماده کنید. چون حالت خوابی که ما داریم برای انرژی و غذا کمه و بیشترش کل انرژیمون رو طول روز بابت کارهای روزانه از دست میدیم و این تکنیک ها برای افزایش انرژی بدنه و کاملا تمرینات موثر در افزایش سطح انرژی بدن، آرام کردن ذهن و استرس ذهنی هست و این افکار تو مخیه. یکی از بهترین نوع تمرینات یک دم دو دمتون یادتونه. حالا این تمرین رو 2 دم میریم با پرانیاما. خب من قبل هر تمرینات حرکت های آسانا بهتون هاتایوگا بهتون آموزش میدادم و در این آموزش هم من هاتایوگا رو براتون آموزش میدم. بذارید اول هاتایوگا رو بریم، چون خود هاتایوگا انرژی زیادی رو آزاد میکنه. حالا من ببینم کجا دوربین بهتره. اینجا. خب پاها رو به عرض شانه باز میکنی. بذار قشنگ نشون بدم. پاها رو به عرض شانه باز میکنی، روی پنجه اینجوری حالت باز، یعنی پا اینجوری میشه، پنجه ها اینجوری تون بالا پایین میبود. میتونی اینجوری بشینی، پنجه ها رو پا رو اینجوری بدی بالا پایین، راست یه دونه میای پایین، چپ، این 1 2 1 2. بهترین نوع تمرین هاتایوگا هستن. اینا برابری میکنه با 5 کیلومتر دویدن هر 3 دقیقه تمرین. عضلات اینجا رو صفر میکنه. تقویت مفاصل پاها عضوی بدن انسان هستن که تا آخر عمرمون نقش بسزایی دارن که بتونید زندگی. برای تقویت پا بسیار موثره. همیشه روزانه چند تا تمرین رو برای پا اختصاص بدین و اینجور بالا تنه درگیر باشه. میتونید تمرینات ترکیبی رو انجام بدید که هم بالا تنه داشته باشه هم پا. چند دقیقه اینجوری. اونایی که کمر درد دارن انجام نمیدن. افرادی خانم‌های باردار هم این حرکت رو انجام نمیدن. فقط همین مورد. این تمرین برای افراد سالم هست. بعد چند دقیقه که پا ورز اومد و انرژی های پا اومد بالا، میریم حرکت سوپر بریم یوگا. قبلا آموزشش رو دادم که چجوری این حرکت رو انجام بدید.
بعد طبق آموزش قبلی میریم جلو. توضیحات توی آموزش هست. 1 2 من هر تمرین رو قبلش یه بار آموزش میدم، دیگه آموزش نمیدم، اما رو میریم. این مفید است. باید بدن رو هم صاف بیاری. 4 5 6 7 8 9 10. حالا یه چند دقیقه حرکت پنجه، دوباره سوپرولینگ ها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حالا تکیه بریم به دیوار مثل من، دم میری بالا. این حرکت رو هم توضیح دادم. بغل پا میچسب و بدن دست میاد بالا. 1 با دم میری بالا، کش میری. 2 1 مناسب برای تمرین ستون مهرا گردن و کل ستون فقرات هست. قشنگ جا میفته، میتونی 15 تا برید. 4 میای بالا، 1 نگه میداری. 1 2 3 4 5 میای پایین. 1 2 3 4 5 میای پایین. 7 1 2 3 4 5 میای پایین. 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 این شد 10 تا. 1 2 3 4 5 11. 1 2 3 4 5 12. 1 2 3 4 5 13. 1 2 3 4 5 14. 1 2 3 4 5 15. قشنگ ستون مهرا رو میندازه جا. حالا دوباره بیا حرکت ضربه زدن. 1 2 3 4 5 6. خیلی برای خودم میشه. حالا 15. حالا میای حرکت دست. وقتی دست رو میدی عقب تا اینجا یه سفتی نگه میداری. 1 2 کل عضلات تا اینجا رو صفر میکنه، از پنجه تا سرشا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حالا پایین اینجوری. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دوباره. حالا میتونی تا بالا صفر کنی، یه دفعه بیای پایین. اونی که این حرکت انجام بشه. چرا؟ چون عضلات این ماهیچه عضلات بدن‌هایی که اینجا بسته است اذیت میکنه و خون نمیچرخه رو به راحتی درست میکنه و همینجور اعصاب رو قوی میکنه. قشنگ اینجور کل بدن ورز میاد، بدن از سستی و کرختی در میاد. این برای حرکت دست ها بود. حالا اینجوری دست رو روبروی سینه اینجا صاف میاری، دم میقب بازدم دم، بدن رو قرص میدی جلو یه حالت اینجوری ولی صاف. یکم قرص میدی، ستون مهرا رو کش میاری، دستا رو میبری عقب. حرکت مناسبش هم چاکرای 1 تا 5. کل بدن رو درگیر میکنه.
همین تعداد بسته. حالا میایم حرکت شنا که همون تو حالت شنا کردن تو هوا اینجوری یک. حالا یه ذره پا رو باز کنی میای جلو یا بیشتر میای یا صاف داری اینجوری یک دو انگار داری شنا میکنی و در اینجور میچرخونی. مراقبه ای که ورزش نداشته باشه مثلا مراقبه نیست. اون ورزش های آزایوگا گلی انرژی توی بدن آزاد کنه، انرژی جنبشی. یعنی دست و پا داری حرکت میدی به این میگن انرژی جنبشی. سر حالت میکنه و داغ میشه. حالا انرژی مکانیکی هم داریم توی بدن توضیح میده. مثلا اینا به چه درد میخوره. حالا میتونی با کف دست اینجوری درست انجام بدی. این کف دست اینجوری باشه یا حرکت درستش. این هستی. حالا پنج حرکت این ور عضلات این شکم رو صفر میکنه. این با دم میای این ور با بازده پارم به اندازه عرض شانه میشینی یک به رشت سمت راست با دم اینجا نگه بداری بازدم دم آروم باید بیایی یا بدنم بس صاف باشه بازدم دم بازدم دم مثلا بدن انرژیش میاد بالا سطح انرژی بدنت میاد بالا حال میاد بدنت. این چند تا حرکت ورزشی آسون میتونی بهترین نوع نتیجه رو بگیری. دوست دارم که میگن نتیجه نمیگیری و اینجور چیزا تمرین رو درست انجام نمیدن. حالا این تمرین شد. این برای آموزش تنفسی بعدن حال میاد سر حال میاد. میریم برای تمرین تنفسی پرانیاما تکنیک جدید رو میخوام بهتون آموزش بدم. این تکنیک تنفسی و چالش تمرین شماره 6. حتما نظر و کامنتاتون رو زیر این تمرین برام بذارید. پرانیاما که دیگه بلدید دیگه گفتم. با یه دم میرفتیم، دو دم میرفتیم، سه دم میرفتیم، 5 دم میرفتیم. اینجا با چند دم میریم؟ 2 دم از این بر میریم از سمت راست اینجا نگه میداریم، 2 دم هم از این بر میریم، 12 دم هم وسطه 10 بار میریم. دم یا میونه دو ابرو. دم دوم سراغ سمت راست رو بگیر. دم دوم نگهدار 12. حالا از دو سوراخ بینی 2 تا دم بگیر میونه دو ابرو 1 2 نگهدار. حالا از میونه دو ابرو 12 رو بده بیرون. میونه دو ابرو 2 تا دم بگیر یه به پشت پیشونی محل چشم سومت 12 کن بیرون. دوباره این میشه یک دوره کامل. ما 10 دور رو بگیریم. دم اول دم دوم حالا سمت چپ دم اول دم دوم نگهدار 12 دو سوراخ بگیر. دوباره دم اول دم دوم 12 چشم سوم بده بیرون. دم اول دم دوم 12 چشم سوم بده بیرون از داخل بینی بده بیرون. برای بار سوم 2 تا دم اول دم دوم دم اول
دم دوم بازدم از دو سوراخ بینی. دم اول از دو سوراخ بینی. دم دوم بازدم از چشم سوم بده بیرون. دوباره دم اول، دم دوم بازدم بده بیرون. بار چهارم دم اول، دم دوم سوراخ سمت چپ. دم اول، دم دوم نگهدار. بازدم از دو سوراخ بینی. دو دم بگیر از دو سوراخ بینی. یک بازدم کن بیرون. دوباره میونه دو ابرو. دم اول، دم دوم نگهدار. بازدم بده بیرون. دو مرتبه. دم اول، دم دوم نگهدار. تمرین رو با چشم بسته انجام بده بیرون. تمرین رو با کلا از اول تا آخر با چشم بسته است. دم اول، دم دوم بازدم از دو سوراخ بینی. دوباره دو تا دم بازدم از میونه دو ابرو. دوباره دم از میونه دو ابرو بازدم از دو سوراخ بینی. بار پنجم دم اول، دم دوم از بار ششم. دم اول از چپ بازدم. انرژی توی ستون مولات تاج میاد بالا. تمرین مناسبی. دم اول، دم دوم نگهدار. بازدم. دوباره دم اول از دو میونه دو ابرو. دم دوم بازدم بده بیرون. بار هشتم دم اول، دم دوم از چپ. دم اول، دم دوم نگهدار. بازدم. دم اول از دو سوراخ بینی. دم دوم نگهدار. بازدم از میونه دو ابرو بده بیرون. دم بگیر دوباره. حالا بار نهم دم اول، دم دوم نگهدار. دم اول، دم دوم نگهدار. بازدم بده بیرون. دم اول، دم دوم نگهدار. بازدم بده بیرون. بار دهم بار آخر دم اول، دم دوم، دم اول، دم دوم نگهدار. بازدم. دم اول، دم دوم نگهدار. بازدم. دوتا دم میگیر. بازدم. حالا تنفس شارژ بدن رو میریم که می اومدیم اینجا نگه میداشتیم بازدم میکردیم، بعد میرفتیم بالا اینجا بازدم میکردیم بیرون. حالا این کار رو نمی کنیم. دو تا دم میگیریم میاریم اینجا صرف میکنیم. دو تا بازدم، دو تا دم هم میری بالا، با یه بازدم میای پایین، حبس دم میای بالا، حبس دم تا میونه دو ابرو برمیگرده بیرون. بازدم رو میدی دو سوراخ بینی بیرون. موزای حلقه میتونه پنجه باشه برای دور اول، میتونه این باشه حلقه باشه، میتونه این انگشت هم تا کنه یک دور.
برای هر مثلا یکی دو دور میتونه موتورا رو عوض کنه. ما میخوایم این تمرین رو 6 7 دور بریم بالا. دم اولی که گفتم میای اینجا، دم دوم حبس دم 5 شماره، دم اول، دم دوم حبس دم 5 شماره، بازدم میای پایین. دوباره این مسیر رو حبس بازدم 5 شماره میای بالا، حبس بازدم 5 شماره برمیگردی پایین. این شد روال کاره، این تکنیک ما. پس میریم برای تمرین. چشما رو ببند دوباره. دم اول، دم دوم نگه دار، شکم رو صرف کن. دم اول بیا تا تاج سر. دم دوم بیا تا تاج سر، نگه دار. بازدم بده بیا پایین به شکم، نفس رو بیار پایین. بازدم که رسید به شکم نگه دار. دوباره بازدم بده بیا بالا به میونه دو ابرو. نگه دار. بازدم بده از میونه دو ابرو بیرون از پینی. کل مسیر رو میتونی بدن رو صرف کنی. بار دوم یک، دم اول، دم دوم نگه دار. یه دم بگیر بیا تاج سر. دم دوم نگه دار. بازدم بیا پایین. حبس بازدم توی شکم. دوباره انرژی رو بیار به میونه دو ابرو. نگه دار. بازدم. بار سوم دم بگیر بیا به شکم. دم دوم نگه دار. یه دم دیگه بگیر بیا بالا. دم دوم تا تاج بیا. بازدم با یه بازدم بیا ناف. دوباره بازدم کن بیا به تاج سر میونه دو ابرو. نگه دار. یکم با ضرب بازدم میکنید بسیار عالی. انرژی اصلا میاد بالا. انرژی رو تنظیم میکنه. دم حالت مطلق رو بیار روی وسط. همیشه سوم تا کن بذار روی زانو. میدم بگیر بیا به شکم. دم دوم بیا به شکم نگه دار. یه دم بگیر بیا به تاج سر. دم دوم کل مسیر ستون مهرا رو هوشیار باش تا تاج سر وقتی دم میاد بالا. بازدم بیا پایین. حبس بازدم توی شکم. بازدم بیا بالا به تاج سر.
تو میونه دو ابرو بازدم رو نگه دار. یه بازدم بده بیرون از دو سوراخ بینی. دو مرتبه. دم اول بگیر بیا بشکم. دم دوم نگه دار. دم اول بیا به تاج سر شکم یا تاج سر. دم دوم بیا به تاج سر. نگه دار. بازدم بیا پایین به شکم. از شکم بیا به تاج سر. بسیار مناسب برای سردرد و بی انرژی بودن بدنه. توی حالت سکون خودت چند لحظه بمون. حالت بی وزنی. حتی با این تمرین را با چشم باز انجام بدی بسیار موثره و این حالت رو برات میاد. حالت بی ذهنی کامل. از میونه دو ابرو هم میتونی به فضای بیرونت نگاه کنی و تجسم کنی همه، یا میتونی خط هوشیاریت رو بگیری و خیره بشی به بیرون، هر جور که راحتی. من هم منتظر دستم افسر عوض کردم. انرژی که بیاد چشم سوم، مثلا مسیر چشم سوم باز میشه. من دارم میبینم. اما با یه تمرین ساده کافیه روزانه یه تایم منظم رو برای خودت بذار. تمرین ما تموم شده و بی آنکه از با عجله کنیم از حالت تمرین در میاد. در تنفس کاسه سر رو انجام بدید. یک دم میگیری بیاید تاج سر. از تاج سر دوباره بازدم. دم دوم. دم سوم بازدم. دم سوم. بار سوم بازدم. بار چهار بازدم. دم بازدم. دم بازدم. به حالت نشستن توی این محلی که هستی هوشیار باش، به جسم فیزیکی هوشیار باش. با یه دم بدن رو بیار جلو. بازدم. بدنت رو کش بده. بازدم. 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 کل بدنت رو بدنت نرم و رها میشه. یک دم بگیر. بازدم. حالا آماده هستید چشما رو یکم به کف دست بمالید و آروم آروم باز کنید. تمرین ما تموم شده. امیدوارم که از این آموزش ها خوشتون اومده باشه و ما رو سابسکرایب کنید و به محض آماده شدن یک تمرین دیگه از آن اطلاع داشته باشید. حتما کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید و تمرینات ویژه کلاس های یوگای پیشرفته بهره مند بشن و
استفاده ببرن. این تمرینات مناسب همه سنینه. بهتره که با شکم خالی انجام میشه. اگه دیگه مثلا آبی چیزی بخورید، یه غذا سبو یا سبزیجات بخورید قبل تمرین، یه چیز مقوی بخورید. خیلی این باعث میشه که بدنتون راحت باشه و بهتر پیشرفت کنید. همینطور برای پیشرفت توی مدیتیشن عجله نکنید. تمرینات رو جوری چیدم که پله پله بیایم بالا و این تنفسی ها رو ادامه بدیم و کلاس ها دایر باشه. انشالله بعد مقدماتی ما دوره سوپر شارژ پیشرفته که 7 چاکراس رو میذاریم. حدوداً 25 قسمته و قسمت 7 درس طول میکشه. 20 قسمته حدوداً 160-70 تا تمرینه دیگه. با این تمرین 10 تایان 190 تا 200 تا تمرین میشه انجام داد. 200 تا تمرین منحصر به فرد و غیر تکراری. تمرینات تکراری ما درس نمیدیم. 200 تمرین متفاوت و هر جلسه تایممون بیشتر میشه و ما یه ساعت تمرین هم میرسیم. یک تمرین مدیتیشن 7 چاکرامون از یه ربینا شروع میشه. یعنی تمرین رو شروع میکنیم یه ربع، بعد نم میگم چجور اضافه کنید تمرین رو تا به یه ساعت برسیم. مثل الانی که ما به 25 دقیقه نیم ساعت کلاس تمرینی انجام دادیم. امیدوارم از این رو تمرینات خوشتون اومده باشه و ما رو حمایت کنید. خیلی ممنون. خدا نگهدار.